سلام دانش آموزان گرامی، زبان آموزان عزیز. درس هشتم است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب اینترچنج، بخش اینترا. ما و شما یونیت 1 را تمام کردیم و الحال در یونیت 2 هستیم. یونیت گفته قسم، بخش، باب به این معنی ها می آید. یونیت دیوم، موضوع یونیت دیوم What's this؟ موضوع یونیت یکم این بود که It's nice to meet you. موضوع یونیت دیوم What's this یعنی این چیست. سنپ شد خیلی گفته بودیم، یک نظری عامه، فکر عمومی. Listen and practice. What's in your bag؟ در جزدانی تو چی است؟ در اینجا درباره ارتیکل ها سخن می رود. برای شما ارتیکل ها رو شناس می نماییم. خب در زبان انگلیسی ارتیکل های نامعینی و ارتیکل معینی وجود دارد. ارتیکل نامعینی گفته A و N رو میگویند و ارتیکل معینی the. خب موضوع درس امروزی ما نیست، اما می نویسیم the. در بعضی حالت the تلفظ می شود، در بعضی حالت the. این رو میگن ارتیکل معینی. خب ارتیکل نامعینی یعنی همون indefinite articles، ارتیکل های نامعینی. indefinite یعنی نامعین، نامشخص، نامعلوم می شود و ارتیکل مقاله، ماده، ارتیکل بند. یعنی ارتیکل A که در کدام حالت می آید و ارتیکل N در کدام حالت می آید. A همراهی همصداها می آید. consonants گفته همصدا، vowel گفته صدانک، vowels صدانک ها و N همراهی صدانک ها می آیند. خب این است الفابتی زبان انگلیسی، یعنی الفابت و اینها صدانک ها هستند. vowels صدانک ها و consonants همصدا ها. در بعضی از کتاب های منهج بریتانیا کبیر و در بعضی حالت وای نیز صدانک به شمرده می شود. وای نیز صدانک شمرده می شود. اما صدانک ها در زبان انگلیسی عموما 5 تا هستند. و چخیلی گفتیم A پیش از همصدا ها می آید. یعنی کدام کلمه ای که با این حرف ها اگر شروع شود پس ما A می گوییم. مثلا a book, a CD, a door, a fox, a good person, a hairbrush, a jacket, همراهی که خب به همین منوال، یعنی به همین طرز شروع میشه و این همراهی صدانک ها، یعنی an address book, an English book, an interesting book, یا که این خب با حرف ای چی کلمه شروع میشه؟ an error program, an object, an uniform، به همین شکل. خب در اینجا چند کلمه آورده شده است، همون کلمه هایی که الحال در اول کتاب خواهیم گذشت. در اینجا مثلا a hairbrush، a hairbrush، a hairbrush یعنی شانه، a wallet کدمان یا پولدوزک، a CD player یعنی همون جهازی CD، a cell phone تلفن دستی، a camera کامera نواربردار، عکسبردار، جهاز عکسبرداری، an address book دفترچه عنوان ها یا دفترچه سراغه ها یا بلاکنوتی که میگوییم بلاکنوت. اما این ارتیکل نامعینی در کلمه های
شکل تنها می آید، یعنی در شکل جمع نمی آید. مثل keys، sunglasses یعنی عینک می شود اما در شکل جمع است، بخاطر که دو شیشه دارد، یعنی دو دوره دارد sunglasses. این بود درباره ارتیکلی نامعینی یا ارتیکل های نامعینی. فکر میکنم فهمو شد و از کتاب شروع می نماییم. A hairbrush شانه، a wallet کدمان، a sunglasses در اینجا نمی آید، sunglasses عینک، CD player، a cell phone، keys، camera، an address book. Check the things in your bag. از نظر بگذاران چیزهایی که در جزدانی تو هستند. What other things are in your bag? چه چیزهای دیگری هست در جزدانی تو؟ Articles classroom objects. یعنی موضوع مشق دوم exercise 2 articles است. article ها. classroom objects یعنی اشیای صنف. Listen, complete these sentences with A or N. گوش کن و کامل کن این جمله ها رو همراهی article A و article N. articles یعنی article ها چقدر گفتیم، N همراهی زدانک ها، A همراهی همساده ها. This is در اینجا چی می آید؟ A book. بله. This is a book. این کتاب است. This is an eraser. N می آید بخاطر که در اینجا صدانک است. eraser صدانک. این کتاب است، این خطکار کنک است. This is an English book. این کتابی زبان انگلیسی است. This is a dictionary. این فرهنگ است یا لغتنامه میگیم. فرهنگ لغتنامه. این فرهنگ است، این لغتنامه است یا قاموس است به زبان روسی سلاور، به زبان عربی قاموس معجم. This is a notebook. این دفتر است. در اینجا میاد. This is a notebook. This is an encyclopedia. در اینجا میاد. انسایکلوپدیا گفته، اون انسیکلوپدیا میگیم در زبان ترکی و معنای این کلمه دانشنامه، قاموسنامه می شود. خب per work find and spell these things in your classroom. کاری دو نفری یا جفتی بیاب و تلفظ کن این چیزها را در صنفت. board تخته صنف، book bag جزدان یا سمکه، cassette player مگنیتوفون، chair کرسی، clock ساعت، desk تخته دسک میز، dictionary فرهنگ، دور در، map خریطه، pen قلم رучка، pencil قلم، table میز، wall دیوار، waste basket سبتی اخلال پرتویی، سبتی موسر، window تیرزه. This is a board. این تخته صنف است. How do you spell board? تخته صنف چگونه تلفظ کرده می شود؟ B-O-A-R-D طرزی و هجا تلفظ کرده یا که حرف حکی تلفظ کرده. خب conversation they're interesting یعنی آنها عجایب هستند، جالب هستند. listen and practice گوش کن و تمرین کن. در اینجا گفتگو در باره یک هدیه می رود. wow what's this؟ wow همون
کلمه تعجبی که در هر زبان هر خیل می شود، یعنی در زبان انگلیسی واو، در زبان ترکی ای هی اوه او، مثل همین ها. یعنی واه این چیست؟ it's a camera it's a camera، یعنی این کامera است، یعنی جهاز عکس برداری است. آه cool، آه cool، cool به معنای عجایب، به معنای خیلی خوب هم می آید. Thank you Helen، تشکر هلن. It's great، it's great، it's great، یعنی این بزرگ است، یعنی این بسیار عجایب است، بسیار عالی است. great یعنی بزرگ، عالی. you're welcome یعنی خوش آمدید می شود ترجمه تحت لفظی این، اما در اینجا نمی ارزد، ترجمه کنیم خوب می شود. now open this box، حالا این قوطی را بکشو. box یعنی قوطی. okay، what are these؟ خوب. اینها چی هستند؟ they are earrings، they are earrings، یعنی در یک قوطی را میکشاید و میگوید اینها چی ها هستند. پس در جواب میگوید اینها earrings، یعنی شکل جمع کلمه است، یعنی earring گفته گوشوار، گوشاویز را میگن، گوشوار یا گوشاویز مثلا. they are interesting یعنی اونها بسیار جالب هستند. thank you Rex، تشکر رکس. they are very nice، اونها خیلی خوب هستند، خیلی زیبا هستند. pronunciation plural as endings، یعنی end انتها می شود، پایان می شود، اما ending پایان یافتن، انجام یافتن، یعنی ایسه که در انجام کلمه های جمع هستند. منظور pronunciation یعنی طرز تلفظ، plural جمع، ایسه که همون در آخر کلمه های جمع آمدند. endings چخیلی گفتیم؟ پایان یا انتها. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural as endings. گوش کن و تکرار کن، گوش کن و تمرین کن. Notice the pronunciation، دقت بده، توجه کن به طرز تلفظی ایسه که در انتهای شکل جمع کلمه ها هست. بعضی کلمه ها، بعضی ایسه که در شکل جمع کلمه ها است، بعضا ز تلفظ می شود، بعضا اس تلفظ می شود، بعضا ایز تلفظ می شود. کدام کلمه ای که با این حرفا پایان یابند، مثل K, P, T, F, C، یعنی گاه حالات این هم C می شود هم Z پایان یابد، در این حالت C تلفظ می شود، مثل books, maps, waste baskets, roofs, mouths، clothes. اما کدام کلمه هایی که با اس، ش، چ، ز پایان یابند، در این حالت ایز تلفظ می شود، یعنی buses، brushes، watches، exercises. اما در غیر این دو صورت پس ز تلفظ می شود، keys، cameras. اینجا در برای طرز تلفظی ایسه که در پایانی کلمه ها تلفظ می شود. تلفن، تلفونز، کامرا، cameras، book bags. اما در اینجا اس، desks، maps، waste baskets.
sentence, sentences, exercise, exercises, watch, watches. Say the plural forms of these nouns, then complete the chart. شکل جمع این کلمه ها رو بگویید و در این جدول اینها رو جا کنید. یعنی در اینجا is و در اینجا s و در اینجا z. کدام کلمه‌ای که آخرش z تلفظ می شود در اینجا، کدامش s تلفظ می شود در اینجا، کدامش is تلفظ می شود در اینجا. یعنی آدرس، آدرسیز می شود. خب در هر یک قطار سه کلمه ای است. مثلا آدرس، آدرسیز می شود. brief case، brief cases می شود در اینجا. clock، clocks، key، keys در اینجا. newspaper، newspapers در اینجا. purse، purses در اینجا. stamp، stamps. television، televisions در اینجا. ticket، tickets، tickets در اینجا. خب 16 دقیقه کشید. خب به همین درس امروزه را به انجام میرسونیم و باز در درس های آینده دوام میدهیم. این بود درس 16 از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب اینترچنج بخش اینترو. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار.